الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. در هفته اول سال جاری مخاطره آمیزترین جرائم سایبری که در پلیس فتای تهران بزرگ ما داشتیم، فراوانی اون در حوزه جرائم اقتصادی و کماکان شگرد ارسال لینک های آلوده تحت عنوان بسته معیشتی، سامانی سنا و موارد اینچنینی بوده. خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که به هیچ عنوان روی این لینک ها کلیک نکنید. حتما به سرشماره توجه بکنید. اگر خدایی نکرده روی این لینک ها کلیک کردید، بلافاصله گوشیتون رو در حالت پرواز قرار بدید و نرم افزارهای جدیدی که نصب شدن اونها رو حذف بکنید و میتونید در تهران بزرگ به پلیس فتا در هر ساعت از شبانه روز مراجعه بکنید. همکاران عزیزم در مرکز فوریت‌های سایبری پاسخگوی شما هستند. مورد دوم اینه که پرونده های دیگری که به پلیس واصل شده کلاهبرداری های تلفنی که منجر به ارائه کدی که برای شما پیامک میشه هستش. یعنی این کدها کد ورود به نرم افزارهای بانکی شماست، بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید میان نرم افزارهای بانکی، موبایل بانک شما رو نصب میکنن و حساب شما رو خالی میکنن، با شما تماس میگیرن تحت عنوان برنده شدن و یا پشتیبان دستگاه پست و یا هر دلیل دیگه ای سعی میکنن اون کدی که برای شما پیامک شده اونو از شما بگیرن. به محض ارائه کد اینا میتونن دسترسی بگیرن به موبایل بانک شما و همه حساب رو خالی بکنن.